تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس اطلس است نشان آدمیت. جناب آقای المیری که در حال میزبان این جلسه و در واقع عضو شورای شهر تهران هستید، من بلوچم، آبا و اجداد من ایرانی بودند و بعد از اینکه ایرانی بودند به برکت پیغمبر رحمت نبی مکرم اسلام و به برکت تبلیغ اصحاب کرام مسلمان شدند. من از اول خدا پرست بودم و هرگز آتش پرست نبودم. به ایرانی بودن خود افتخار میکنم و بلوچ ها اولین جماعتی در ایران بودند که مسلمان شدند. ما گاهی موقع میایم گلایه میکنیم از کسانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از ما اومدن تفتیش کردند و موبایل های ما را گرفتند و اعتراض میکنیم بر این که در مجلس قدیم تفتیش رو میکنند اما اینجا خانه شوراست. موقعی که من با لباس متفاوت از بقیه 72 نفر دیگر در ساختمان شورای شهر با اون مسئول حفاظت شما با برخورد بسیار نامناسب برخورد میشوم، چه جوابی دارم؟ چرا مرا مثل گوسفند صدا میزند که کجا میروید؟ شما در مسجد چه کار دارید؟ من مسلمانم و از هر مسلمانی هم مسلمانترم. اگر واقعا این هنوز این فرهنگ در اینجا جامعه افتاده یا ما را نمیشناسند، یک قانون محلی یا ملی تصویب بکنید که هیچ کس به غیر از لباس فارسی که هر روز مد را از جای دیگر میگیرند اما مد من ایرانی است و هرگز عوضش نمی کنم، به آنها بگویید که ایران دارای قوم‌های مختلف، آداب و فرهنگ متفاوت است. چرا از صدا و سیما گلایه بکنم موقعی که میخواهد شرارت را نشان بدهد از لباس من بلوچ میان استفاده میکنند، در صورتی که در جامعه شورایی در شورای شهر تهران توسط کارکنان اینجا هم این اتفاق میافتد. هر کاری هم بکنید، اگر ما را اعدام کنید و اگر تیرباران هم کنید، لاشیم را تکیه و ایران کنید، من بلوچم و بلوچم، من بلوچم و بلوچم.